این راجع به اسکیس هم اگه سوالی هست من میتونم جوابتون رو بدم. ممنون از شما خانم جمالی، مرسی، ممنون. من شو کنم این تصویر چیز انتخاب رشته خانم امیریزاده است که فکر کنم نمیدونم نشون دادم یا نه، تربیت مدرس سومی فناوری. این حالا مواردی است که خانم امیریزاده توی گزینه گفتم حالا نشون داد. البته حالا خیلی میگم نکته‌ای که خانم جمالی تو حرفاشون داشتن به نظر من خیلی مهم بود. اون بخشیه که میگه که واقعا به حرفای ما خیلی دقت کن، واقعا راست میگن. یعنی به نظر من شما کلیت ها رو میشنوید، همه چی رو راجع به اینا میشنوید. خب حالا مثلا تجربه یه آدمی که توی دانشگاه شهرستان بوده رو ما الان نشنیدیم، ولی همه شما بالاخره خودتون یه جایی درس خوندید و توی شهرستانی ممکنه لیسانس تو همین دانشگاه اصلا بوده باشه. حالا من خانم شعبانی رو میخوام وصل کنم، شهید رجایی رو بشنوم، ولی در اصل نکته خیلی خوبی گفت خانم جمالی و به نظر من میتونید به این موضوع دقت بکنید که انتخاب گرایشات، اولویت‌ها واقعا شخصیه. یعنی ببینید، یا کنید میگم فضا رو ترسیم می‌کنیم ما. من نمیتونم مثلا به شما بگم که شما مثلا، چرا بهتون توصیه میکنم اعتباری عرض کردم خدمتتون که یه لیستی هم نشون دادم از دانشگاه که معیارم دکترا و خود مجموعاً به عنوان یک کلیتی از تراز دانشگاهی عرض کردم، ولی ممکنه لزوما تراز دانشگاهی برای شما اهمیت نداشته باشه، فاصله مهم باشه، کارتون مهم باشه، رشته و علاقه خاصی به گرایش خاصی داشته باشه. اینا هم تازه مثلا بعضی از بچه‌ها که الان هنرهای ساخت هم مثلا رتبه آوردن، اونم اون لابلاها میاد و اصلا یه قصه دیگه به وجود میاد. خب این پس از این ممنون از شما خانم جمالی. یه نکته هم راجع به خانم جمالی راجع به اسکیس بگم. واقعا به نظر من رشد رو که در تمام این دوستان واقعا مو به مو دیدم، کارشون رو، دقت نظرشون رو، برنامه‌ریزیشون رو، سخت کوشیشون رو. ولی که این به این معنا نیست که شما مثلا بگید که دور از دست. من میخوام یه واقعا در تمام این دوستان اینجوری نبوده که آقا مثلا من قراره اسکیس بالای 60% بزنم، یعنی همش یه فضایی بوده که مگه میشه، میشه، امکانش هست. و این کیسایی که این شکلی دارن میگن این بنابراین با هر رتبه‌ای تو هر شرایطی که هستی اینو مد نظر قرار بدید. یه نکته دیگه هم این بود که گفتن که تو دانشگاه تهران ما رتبه زیر 50 نداریم، یه دونه 180 خوردی که خانوادگی خودشون شاگرد ما بودن 57% اسکیس زدن و با سهمیه شاگرد ممتازی در مجموع دانشگاه تهران رو آوردن که خیلی هم به نظر من کار درجه یکی کردن، چون مثلا اون سهمیه هم سهمیه محدودیه. اون چیزی که مهمه اینه که دانشگاه تهران یه مقداری همونطور که خانم بطوی میگه که تجمیعی از رتبه تئوری و اسکیس، یعنی یا رتبه تئوری باید خیلی خوب باشه که علم و صنعت رو بتونی بیاری، مثلا با اسکیس 30% هم دیدید که رفتن علم و صنعت، ولی رتبه تئوریش مثلا اونور خوب بوده نسبتا. از اون طرف در یه کنکور نرمال دارم عرض میکنم، از اون طرف اسکیس مثلا رتبه تئوری مثلا یکم بالاتر ولی اسکیس مثلا خوب اومده علم و صنعت. ولی در دانشگاه تهران یکم این دوتاش با هم لازمه. اینکه بچه‌ها میگن من فقط دانشگاه تهران رو میخوام، این موضوع واقعا هست. یه نکته دومی مسئله اینه که ما در سالهای گذشته و در سالهایی که بر ما گذشته الان به شما نشون میدم، ما دانشجوهایی رو داشتیم که اصلا کارهای خاص کردن، اصلا کنکور پیش بینی ناپذیره. یعنی همین الان باز دوباره من این مسئله رو هم میبرم زیر سوال. ما 570 داشتیم دانشگاه تهران قبول شده، اصلا باور نکردنیه. این که میگم خودم هم سود میکشه مغزم. یا رتبه 600 داشتیم که با سهمیه شاگرد ممتازی 660 شبانه دانشگاه تهران معماری قبول شده. خب پس در سالهای مختلف متفاوته. امسال ممکن اصلا یه جوری بشه که یهو شما بیاین مثال بزنید میگه من با 360 تونستم دانشگاه تهران بیارم، تونستم بهشتی بیارم. اینو واقعا تو ذهنتون داشته باشید خواهشاً، که ملاک عمل یهو نشه شما بگید که ریاکت بگیرید دست بگید من باید بذارمش کنار. بریم سراغ ممنون خانم جمالی، مرسی. اگر حالا خودتون احساس کردین نکته چیزی هست خواهش میکنم استاد، خیلی لطف کردین، ممنونم. امیدوارم که بچه‌ها از فرصتشون استفاده کنن، فرصتشون رو هدر ندن. مرسی متشکرم. لطف کردین، ممنونم. شبتون بخیر. شب شما بخیر. ممنون از شما که تشریف آوردید، واقعا بودید در کنار ما. بچه‌ها من یه نکته مثبتی هم بگم اینجا، یه چیز باحالی، اونم اینه که این بچه‌هایی که اینجا الان صحبت کردن اینا دستیارای ما هستن توی کارگاه اسکیس و من ازشون این قول رو گرفتم که حالا انشالله همراه ما باشن به عنوان یک نیروی تازه نفس و با کلی تجربه برای کرکسیون کردن همراه من هستن و
لطف دارن، هم خانم قیاسفند که گفتم تو حوزه معماری داخلی و معماری، حالا خانم جمالی و خانم بطوی و خانم امیریزاده به همین ترتیب. ان ما حالا در یک، البته این دوستان درگیر ترم دانشگاه هستن، سرشون شلوغ، تحویلاشون حالا بالاخره به مرور داره پیش میاد الان، ولی در مجموع ما با یه برنامه‌ریزی سعی می‌کنیم که از توانایی و از دانش این دوستان استفاده بکنیم که قبلا در همین کرسی تو شرایط شما بودن، الان آدمایی هستن با تجربه‌های جذابی که واقعا من خوشحالم، به شدت ذوق زده میشم، کیف میکنم. یعنی واقعا هیچکی نمیتونه شرایط من درک کنه که چقدر این لذت بخشه که بچه‌ها اینقدر میتونن با تلاش به نتیجه دلخواه برسن. بنابراین این موضوع واقعا هست که ما میتونیم با تلاش به نتیجه برسیم. خانم شعبانی لطفاً دستتون رو میارید بالا، من وصل کنم. بچه‌ها راجع به شهید رجایی از خانم شعبانی بشنویم. نمیدونم میخواد چی بگه، اصلا صحبتاشون رو میخوام بشنوم ببینم که واقعا شهید رجایی رو ایشون چی شده که انصراف داده. بفرمایید. وقت بخیر. سلام، وقت شما بخیر. من خواستم به بچه‌ها در مورد تجربه خودم که از نزدیک با دانشگاه رجایی داشتم صحبت کنم و اینکه اگه واقعا دنبال یک فضای آکادمیک معماری و هنر با رنگ و بوی هنری و معماری هستن، اصلا سمت دانشگاه رجایی نیام. دانشگاه رجایی اینجوریه که تو مقطع کارشناسی دبیر برمیداره و کلا تربیت دبیر رجایی. تو مقطع ارشد هم میاد در نوبت دوم شبانه بچهای معمولی رو برمیداره و بقیه هم از معلم ها هستن. بعد اصلا جو جوریه که مثلا فقط با دبیرها بیشتر کانکت میشن، استادا بیشتر دانشگاه سمت اونا هستش و مثلا ماها یه جورایی انگار که فقط هدف خاصی ندارن بچه‌ها. بعد اونایی که اومدن اکثرا رتبه‌های خوبی ندارن، یعنی من بینشون من رتبه‌ام 138 بود، اسکیسم 23. یعنی من وقتی رتبه‌ام میگفتم همشون تعجب میکردن، همه رتبه‌های خیلی بالایی داشتن که به کمک اسکیس تونسته بودن اونجا قبول شن. بعد چون اکثرا دبیرن، مشغله مدرسه و اینا دارن، اصلا دوست ندارن زیاد چیزی یاد بگیرن. حتی وقتی اساتید هم میخوان مثلا یه چیزی یاد بدن یا بچه‌ها میخوان کلاس بیشتر داشته باشیم، بچه‌ها قبول نمی‌کردن. بعد اینکه خوابگاه نداره، بعد یکم همین که جهتگیری دانشگاه رو متوجه نمیشی که تو مثلا معماری، هنری، پژوهشی، مثلا 3 تا عنوان درس داشتیم که ما همشون میومدن در حالت مقاله نویسی یه چیزایی رو توضیح میدادن. خانم شعبانی، بیشترین چیزی که شما رو اذیت میکرد که شما انصراف دادید چی بوده؟ یعنی شما سال گذشته رتبه و اسکیستون هم میگید، حالا یه خورده حالا دیگه بالاخره وارد جزئیات هم بشیم، بعد چی شد که حالا نهایتا انصراف دادید؟ بله، رتبه‌ام 138 بود، اسکیسم 23 و این آخرین انتخاب من تو تهران بود. یعنی قبل این درمانی شبانه علم و صنعت رو زده بودم دیگه، اصلا فکرشو نمی‌کردم یه پایین تر از اینو قبول شم. آخرین تهرانی که زده بودم رجایی بود. این که میگه مهمترین دلیل این که مثلا رنگ و بوش بیشتر معماری اسلامی بود. اساتید مثلا و رزومه اساتید هم اگه تو سایتشون رزومه خوبی نبود، مثلا بهترین استادش استاد نقره کار بود که کلا یک ترم فقط به ما گفتن که معماری ایرانی نداریم و معماری اسلامیه. بعد به حجاب خیلی گیر میدادن، در بعد به ورود دانشگاه پوشش رو کنترل میکردن و یه جو خیلی سنگین، انگار که وارد یه مدرسه میشدی، یه کلاس درس و خارج میشدی. خب حالا چه فضایی ترسیم کردید خانم رجایی، خانم شعبانی، خانم رجایی، یعنی الان دیگه واقعا خیلی سنگین بود جوش. کنسل هم نه خانم ناصری، اصلا میگه بابا قراره. حالا من این نگاه کردم، دفترچه رو داشتم نگاه میکردم، من ندیدم شبانه، بچه نمیدونم شدم از دستم در رفته، نداره رجایی برای انتخاب شما اصلا فکر کنم نیست. یعنی الان حالا ما داریم راجع به یه چیزی صحبت کردیم کلا ذهنیت برامون به وجود بیاد، ولی پیش از این بچه‌ها میتونستن رجایی رو انتخاب کنن به صورت عادی. خانم حبیب نیام الان اینجا تو جمع ما هستن، لطف کردن گفتن، منم دفترچه رو نگاه کردم، فکر میکنم رجایی اصلا نمیتونید انتخاب کنید. یعنی خدا شکر.
آره یعنی اگه بخوایدم الان شاید بعضی از بچه‌ها با توضیحات شما علاقه‌مند شدن، ولی الان شما متاسفانه نمیتونید امسال رجایی رو انتخاب بکنید و خودشون هم پارسال نزدیک 8 نفر فکر کنم برمی‌داشت. آره فکر میکنم بعد از انصراف خانم شعبانی دانشگاه رجایی اصلا کلا روی کرد و عوض کرده، یعنی الان چیزی شده که دارید میبینید که کلا اونا ناراحت شدن، یعنی جو آقا اصلا ما نمیخوایم که حالا شما بیاین انصراف بدید. 5-6 نفرم همون ماه اول انصراف دادن. خیلی عجیبه واقعا. یه فضای خاصی رو شما به وجود آورید در ذهن بچه‌ها که حالا ببینید من یه سوالی هم داشتم راجع به شما در واقع چند روز در هفته کلاس داشتید رجایی؟ 2 روز در هفته بود، چون اکثر میگم دبیر بودم و وقت نمی‌کردم بیام دانشگاه. بعد سوال دیگه اینه که چند نفر سر کلاس بودید؟ اولش 26 نفر بودیم که آخرا 19 نفر شدیم. یعنی انصراف دادن؟ بله انصراف دادم. بچه‌ها من فکر کنم بعد از این وبینار بچه‌های شهید رجایی یا دانشگاه شهید رجایی اگه این وبینار رو ببینه احتمالاً میاد ما رو میگیرن میبرن، یعنی از این فضای شهید رجایی میایم بیرون و بعد بچه‌ها میپرسن دبیر چه درسی بودن، یعنی اینا چی درس میدادن دبیر بودن؟ تو هنرستان ها معماری تدریس میکردم. یعنی آموزش فن. بچه‌ها میگن دبیر دینی، بابا درس دینی اینا نبود، دبیر پرورشی. نه اینا مثلا اکثرا دبیرای رشته‌های در واقع تو گرایش آموزش فنی حرفه‌ای رشته معماری که هست هنرستانی ها، اونا میان اینجا در واقع فوق معماری و حالا دکترا میخونن که در واقع بتونن برگردن دوباره تو همین دانشگاه‌ها و دانشکده‌های این شکلی. ولی تنها چیز خوبی که داشت این بود که تهران بود و من تو اون 4-5 ماهی که اونجا بودم خیلی همایش‌ها و گردهمایی معماری خیلی مرتبط خوبی رو تونستم شرکت کنم. مرسی ممنون. بچه‌ها اینجا دارن کامنت میذارن، من ذهنم درگیر شد، ببخشید اصلا کمپین نبرای جای حالا بگذاریم از این موضوع، ولی به نظر من تا به حال اینقدر فکت از دانشگاه شهید رجایی یک جا نشنیده بودم و البته خانم شعبانی هم به نظر من باید البته از زبون آدمای دیگه هم بشنویم، خیلی دلش پر بود و یه جوری زد که اصلا رجایی دیگه برای بچه‌ها بر نمیگرد، اگه همین الان یهو تکمیل ظرفیت رجایی بخواد بگیره بچه‌ها ولی در نهایت امسال هم به نظر من، یعنی من اینجوری که دفترچه دیدم، حالا بازم شما چک بکنید نمیگیرم. خب مرسی ممنون از شما. این نکته خیلی خوبی هم باز تو حرفای خانم شعبانی بود، عنوان یه آدم پیشکسوت در حوزه کنکور و فعال زمینه کنکور که در تهران بودن بالاخره این نکته رو هم تو خودش واقعا به ذات داره که شما میتونید در فعالیت‌های پیرا معماری خیلی شرکت بکنید. مرسی ممنون. خب من برگردم به فایلم، یه ذره دیگه طولانی شد، عذرخواهم واقعا بچه‌هایی که تا الان همراه ما بودن دمتون گرم. یکی دو سه تا هدیه دارم اون انتها که میخوام الان بهتون بدم، این میارزه که شما وایستادید. من برگردم به این فایل وبینارم. من وایس شما رو بستم خانم شعبانی، مرسی از پیشنهادتون. آره میگم واقعا خیلی از دیروز از چند میگم این حالا ما یه ذره دیر شروع کردیم وبینارمون، یعنی همه وبینارها فکر کنم همه همکارا برگزار کردن، این دنبال همین بچه‌ها بودم که بیان این انتقال تجربه به دقیق و با جزئیات مطرح بشه، ولی خب دیگه تعداد بچه‌ای که میتونستن الان بیان، میگم هم فردا پس فردا تعطیلات و هم دانشگاه روزهای آخرشه، بچه‌ای که پارسال قبول شدن و من می‌خواستم بیان. من برگردم به این فایل وبینارم اگر اجازه بدید و خب رسیدیم به این که خب ببینید کنید بعد چند تا رتبه اینا ببینیم. من البته اینو تو وبینار سال گذشته من به بچه‌ها گفتم، حالا مثال همیشگیمه، یعنی کیس‌های خاص رو اینجا گذاشتم که نشون بدم و امید ببخشم. هدف من اینه. بعد ما چرا میتونیم ادامه بدیم، یعنی دوباره پیشنهاد خیلی خوبی و من استقبال میکنم واقعا، مثلا دوباره به چند نفر پیام بدم یه 5-6 نفر بیان انتقال تجربه دانشگاه‌های مختلف، کل دانشگاه‌ها رو بیاریم، دانشجویی که انتقال تجربه دارن بیان به شما بگن. البته این یه چیزی هم داره نشون میده، ما شاید مثلا از این فضای تبلیغاتی ما شاید اصلا بچه‌هایی که شهرستان قبول میشن خیلی نداریم و رو همین حساب نمیتونیم پیداشون کنیم.
بله ضبط میشه. خب ببینید من یه توضیح راجع به رتبه. ببینید رتبه 1000 ما داشتیم 39 شد نهاییش 74% اسکیست. من اینو مثال میزنم، این خیلی خاصه. این آقای آدرسی بچه یزد بود، انتخاب اولش یزد بود سراسری. یعنی دارم میگم که تو انتخاب رشته گاهی اوقات اتفاقایی میفته که رزومه ما رو خراب میکنه. یعنی مثلا طرف میگه آقا مسعود آدرسی با رتبه 1000 من میتونستم روش تبلیغ برم که مثلا شهید بهشتی آورده، انتخاب دوم شهید بهشتی بود، روزانه آورده بود، چون 16 تا روزانه شبانه تهران بود، فکر میکنم 23 تا هم، حالا مثال زدم اینو، دانشگاه شهید بهشتی کلا فقط روزانه میگرفت، شهید بهشتی اون سال نمیگرفت، سال 92. سال 92 تونست یه چنین کاری بکنه. پس اسکیس به شدت اثرگذاره بچه‌ها. با هر رتبه‌ای که هستید باور کنید میشه، امکانش هست. نمیگم صفره، الکی امید واهی نمیدم. اینایی هم که اینجا نوشتم بالاخره بوده که من اینجا نوشتم. 617 56% اسکیس زده، 100 شده رفته دانشگاه علم و صنعت. دیدید که مثلا خانم بطوی داشت میگفت مثلا 300 خورده اینا دیگه آخر، ولی در صورتی که 600 خورده هم ما داشتیم. 700 هم من یادمه مثلا 500 600 700 بودن که علم و صنعت تو سال گذشته آوردن. 114 76% 3 شده. 269 این گزینه 269 رو ببینید بچه‌ها، این با رتبه 6 دانشگاه تهران روزانه قبول شد، چون 6 تا روزانه کلا میگرفت یا 8 تا. ایشون با 269 اومد و تونست کرسی دانشگاه تهران بیاره بدون هیچ سهمیه‌ای. 2048 دوباره دانشگاه تبریز آوردن. این اون سال بچه‌ها اگر اشتباه نکنم 3000 نفر مجاز می‌شدن، ایشون شده بود 2048 3000 نفر مجاز می‌شدن. اینو در نظر داشته باشید. و رتبه 9 آقای علی احمدیه که حالا دیگه ما امروز در خدمتشون نبودیم. و رتبه 80 که اگه اشتباه نکنم فکر کنم رتبه خانم چیزو اشتباه نگرفتم، 80 خانم جمالی 72 که 69% 9 شدن و دانشگاه تهران دوباره روزانه قبول شدن. بریم اسلاید بعدی. کیو میگید اسمش چی بود بگم، من اسم همشون مسعود رو میگید، آدرسی اون بچه یزد بود اگه اونو میگید. اگر سوالتون راجع به اسم کسی دیگه است من بتونم. خب رتبه 181 54% اسکیس علم و صنعت. رتبه 550 43% اسکیس روزانه گیلان. بله بفهم. خانم فراهانی سوالی دارید یا نه فهم میخواید ببینید اینو؟ بسیار. این ضبط میشه این وبینار. رتبه 550 رتبه 550 بچه‌ها ببینید یه رتبه وسط میانگین اسکیس هم پایین، یعنی در واقع اسکیس 40% دیگه، یعنی اسکیسی که بهش میگیم سطح B، سطح A B C سطح B. تو سطح B بوده، نه یعنی ضعیف بوده و نه قوی بوده، مثلا دیگه همین. ببینید رتبه تئوریش هم خیلی خوب نبوده بالا، یعنی در واقع منظورم که دو رقمی نبوده دیگه نهایتا زورش رسیده به دانشگاه. حالا اینکه گیلان رو کجا زده خیلی مهمه، میدونید. یعنی من خیلی دوست دارم که دفترچه انتخاب رشته، یعنی در واقع اون برگه انتخاب رشته این دوستان رو ببینم. آقا روزانه گیلان ممکنه مثلا چه میدونم 5مین انتخابش بوده. واقعا به اینا نمیشه خیلی اکتفا کرد، ولی فرض بر اینه که به ترتیب بر اساس اعتبار دانشگاه مثلا رسیده به این نقطه. کنکورش نوشتم سال 99 علی پرسیده 1399 1023 60% اسکیس روزانه کاشان. پس با رتبه بالای 1000 هم این امکان وجود داره بسته به سالش. این دیتا هایی که اینجا نوشتم اولیش کنکور 92، کنکور دومیش کنکور 1400، سوم اگه اشتباه نکنم 1400 بله 1400، سومی کنکور 1393 نگارخانه نور، چهارمیش آتش نشانی 1394، پنجمیش آتش نشانی 1394، دوتای آخرم کنکور پارسال مدرسه 1402. خب اینم همون اسلایدیه که به شما گفتم بچه‌ها. اسکیس وقتی آسون میشه چی میشه؟ نگاه کنید اینو.
خانم خلقی، حالا اسمشون رو کاش نمیذاشتم، شاید مثلا اوکی نبود، من حواسم نبود اینجا رو، نه حالا مهم نیست. خلقی خانم نیکپور هم که از دوستان خانم صادقی خانم خلقی 340 تئوری 80% اسکیس علم و صنعت مسکن. یعنی اگه تو سال دیگه بود 380% می‌زدی بعد دانشگاه تهران حتما می‌آوردی. بله خیلی موضوع اسکیس وقت الان مثلا من این که اینجا گذاشتم میگم، گفتم بعضی از همکارای ما به بچه‌ها نمیگن چی به چیه، یعنی مثلا میاد میگه آقا فلانی درصد اسکیسش 80 زده. خب کی کجا چه موضوعی اصلا کی بوده؟ الان نگاه کنید کنکور 1400 ببین، من اصلا یادم باورم نمیشد از بچه‌ها که درصد اسکیس آقا 80 74 80 80 و فلان. یعنی کنکور وقتی کنکور 1400 به نظر من آسونم نبود، ولی جالبه، یعنی شاید ارزیابی آسون بوده. دقت بکنید من اینجا نوشتم وقتی آزمون اسکیس یا ارزیابی آسان میشه، چون آزمون اسکیس 1400 یه نمایشگاه کوچولویی بود روی یه شیبی و توی یک پارکی بود، یعنی با یه اسکیسی که مثلا یه ذره حال و هوای کلی زمین شیب داره داشت معمولا درصد رو میتونستن بچه‌ها بگیرن. من از اون طرف هم سختگیری نکرده بودم، سالی هم بود که کنکور عقب افتاده بود، یعنی اگر اشتباه نکنم فاصله در واقع این یعنی اسکیس کنکور اسکیس عقب افتاده بود، فکر میکنم مهر ماه بود اگه اشتباه نکنم، یعنی آزمون اسکیس تو مهر برگزار شد، یعنی بچه‌ها خیلی کار کرده بودن. حالا کرونا فکر میکنم دلیلش انتخابات ریاست جمهوری، فکر میکنم اون بود. من فکر میکنم من نباید سخت بگیرن، چون باز دوباره بحث انتخابات ریاست جمهوری و ایناست، این تجربه در واقع سالهایی که ما داشتیم این شکلی. خب دومیشو نگاه کنید، اینم همون دوباره 315 بوده، 74% اسکیس زده، اسکیسشو از اون یکی پایین‌تر زده ولی سهمیه داشته، رفته بهشتی. یه سهمیه فکر کنم مثلا 5% و اینا. مینا عباسیان، ببین نگاه کنید اگر بین گیلان و فردوسی مشهد بحث فاصله براتون اهمیت نداره، یعنی یعنی این موضوع فاصله رو بذارید، این دو تا دانشگاه خوبی هستند، هم دانشگاه گیلان خب توی استان گیلان حال و هواش و دانشگاه باحالیه وسط اون جنگلا و اینا، ولی نمیدونم واقعا سخته. من فکر میکنم که شاید قدمت گیلان بالاتره، ولی شاید مثلا مشهد محلی برای کار کردن بیشتر باشه، یعنی از لحاظ فعالیت‌های جانبی. کنکور سال 97 بود، خانه روی آب 97. خب فاطمه مهجور 335 70% هنر اصفهان. ببین بدون سهمیه همین آدم تقریبا مثل این رفته هنر اصفهان. شهریار 1500 62% زده بود رفت روزانه کرمان همون سال. ببینید اسکیس اصلا خیلی عجیبه واقعا، البته نمیدونم واقعا چیزایی میشنوه آدم. میبینید میخوام بگم که خیالتون راحت اسکیس کار کنید، این بابا این اصلا چیز عجیبیه. حالا من براتون تاثیرشو خیلی به قول گفتن سادهشو بهتون میگم که چه جوری میشه. این اسکیسو باید خوب بزنید دیگه. خب بگذاریم برگردیم به این نمونه کار همین کسیه که 600 بوده شده 100 بدون سهمیه، اسکیس 56%، علم و صنعت 1401 بود، گفتم 1400 آره 1401 56% درصد بالایی محسوب میشد. کنکور ویلا بود، طراحی خونه برای یه معمار بود، خیلی از بچه‌ها خطا داشتن توش. این کار سپهره بچه‌ها، کار سپهره و خیلی کارش خوب تونست جمع کنه. به نظر من با اینکه شاغل بود سرش هم شلوغ بود ولی آدمی بود که استرس نداشت، برعکس در واقع حالا بعضی بچه‌ها که واقعا ممکنه که خیلی مثلا استرس بهشون فشار بیاره حتی سر جلسه سوتی بدن، ایشون نه، این در واقع با یه ریلکسی رفت و خودش هم اینجوری بود که من که رتبه‌ام شده 600 امسال و شانسی اومدم. ببین واقعا
با کاش میتونستم بیارم این جملهشون بگو. من امسال همینجوری دارم فقط تست میکنم ببینم چی میشه. بعد هیچ دیگه دانشگاه علوم صنعت رفت، الانم فوق لیسانسش به نظر من داره دفاع میکنه پایان نامش. اینم که هموناییه که خانم چیز گفت، خانم جمالی الان راجع به این درصدهای اسکیس دانشگاه تهران گفت که 45% اسکیس زده شده 3، یک نهایی یک تئوری با 45% اسکیس شده 3. میخوام بگم که اسکیس ببین اثرگذاره. ولی 9 که علی احمدی بوده با اسکیس 73% شده 1، یعنی 8 اومده جلوتر. 72 که فاطمه جمالی 70% حدوداً اسکیس که زده شده 9، اومده رتبه تئوری علی احمدی رو گرفت. نه ترسید. خب اینم حالا دانشگاه تهران و اینم ظرفیت‌های امساله. حالا با این ظرفیت‌ها 360 نفر روزانه قراره بگیرن. ببینید بچه‌ها سهمیه شاگرد ممتازی سهمیه خیلی خوبیه، خیلی تاثیرگذاره. انشالله که اسکیستون هم خوب بزنید میتونید. یه ظرفیتی هر دانشگاه به عنوان سهمیه شاگرد ممتازی داره که حالا هر سال متفاوته. یه نسبتی از کل، من نگاه نکردم تو دفترچه ولی اون رو نوشتن، یه نسبتی از کل اون رو که اگر شما در واقع یه ظرفیتی از اون درصد اسکیس رو بیارید میتونید بیاید تو اون پک و تو رقابت جلو بیافتید، یک سهمیه خوب محسوب میشه. خب نه استریت فرق داره. استریت یعنی کسی که از لیسانس میاد فوق لیسانس پشت سرم، اون فرق داره. اینی که داریم میگیم مثلا شاگرد اول دانشگاه مثلا بوعلی همدانی، بعد میای مثلا میری دانشگاه چه میدونم مثلا بهشتی قبول میشی، اینو دارم. رتبه نهایی نفر قبل چیزی بود دیگه، گفت اینو نمیدونم 186 نمیدونم نپرسیدم. حالا اینو باید خانم جمالی بپرسه بعدا به ما بگه. خب البته خانم خانابادی هم ازشون قول گرفتیم ایشون هم اگه بتونه بیاد کمک کنه خیلی خوب میشه. ایشون هم دست کاراش خوب بوده، دست قوی داشت. خب آقا اگر دقت نکنی و تو انتخابت بخوای یه خورده به قول تانی سهلنگاری بکنی، یهو تا به خودت میای میگه چرا اینجا اینقدر نوره، اینجا کجاست پیام نوره. خب یعنی در واقع باید مراقب باشی. نه شاگرد دوم شاگرد دوم نمیدونم، فکر میکنم شاگرد اولا این ظرفیت مال اوناست. خب 55 تا پیام نور میگیره. این 1294 نفری که اینجا نوشتم غیر انتفاعی ماشاءالله 20 نفر 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 اصلا نمیذاره کسی قبول نشه. تو فقط کافیه اراده کنی. نمیدونم 1600 نفر مجاز میشن که 1300 تاش فقط غیر. این در واقع شما بخوای یا نخوای الان فوق لیسانسی چون مجاز شدی. پردیسان 99 نفر، یه خورده شهریاش بالاست. ولی دانشگاه این پردیسان چیزای بدی نیستن. بعضی از بچه‌ها میرن در واقع استادای پردیس لزوما همشون همونا نیستن. البته تو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه در واقع مثلا هنر و اینا متفاوته، مثلا این موضوع ممکنه استاد دقیقاً یکی باشه. ولی در دانشگاه مثلا تهران اونجوری که من در جریانش هستم، مثلا در پردیس البرز حتما همه استادا همه اونجا درس نمیدن. مثلا چه میدونم درس روش تحقیق و تو دانشگاه تهران دکتر عینیفر میگه، تو دانشگاه مثلا پردیس البرز آقای دکتر مطلبی میگه. اینجوریه. و خب معماری داخلی هم که اینه، مطالعات هم که اینه. پس اینم از اینو فکر کنم. اینم که زمان برگزاری آزموناست. بچه‌ها اگر کنکور معماری داخلی به هر دلیلی مجاز شدید، پیشنهاد با که میدونم قیمتش زیاده دیگه، فکر کنم 600 و خورده هزار تومان بابت هر آزمون قراره بگیرن از شما اگه بخواید شرکت بکنید برای این فرآیند آزمون. ولی حتما شرکت بکنید چون که 648 هزار تومان. یعنی شما در واقع وقتی که میرید تو معماری داخلی آزمون میدید، چون روز چهارشنبه صبح اگه اشتباه نکنم این مال سال قبل این شکلی بوده، امسال اگر اینجوری باشه که دیگه حالا این ریتمو میتونیم ازش استفاده بکنیم. شما تو زمانی که مثلا میری برای اسکیس معماری یک بار یه تجربه اسکیس داشتی و این خیلی میتونه به نظر من
کمک کننده باشه. یعنی در واقع اسکیس معماری داخلی برای بعضی از بچه‌ها این نیست که جزو اون 18 نفر بشن، فقط میرن که تو حال و هوای کنکور باشن، بشینن این میزشون رو استفاده کنن، اصلا زمان بندی فلان اینا.